معطره حیدرova یکی از فعالان جامعه شهروندی تاجیکستان، حقوقشناس، محقق مسائل حقوق مسلمانی و آزادی اعتقاد روز 20 دکامبر بعد بیماری طولانی و وزنین از عالم چشم پوشید. درباره مرگ معطره حیدرova در فیسبوک گلجهان بابا صادقova حامی حقوق و درگذشت یکی از رهبران اول تاجیکستان خبر داد. متاسفانه معطره سیدمرادوونا حیدرova خویش نزدیک من روز 20 دکامبر بعد بیماری طولانی وزنین ترک این دنیا کرد. او یکی از نمایندگان فعال جامعه شهروندی بود و چقدر نیرو و قدرت خود را برای تعلیم کارمندان سازمان‌های غیر دولتی صرف کرد. حقوقدان ورزیده، دختر، مادر و بیبی بهترین بود. از مرگ مادرش هنوز 40 روز نگذشته بود. نوشته از گلجهان بابا صادقova. او با اظهار همدردی به دخترش و دیگر پیوندان مرحوم همچنین خبر داد که طبق وصیتش معطره حیدرova در خوجند به خاک سپرده خواهد شد. خبرگزاری روسی سپوتنیک خبر داد که معطره حیدرova نه فقط حقوقشناس و محقق بلکه کارشناس و مربی ورزیده در مسائل آزادی اعتقاد و گردهمایی در آسیای مرکزی نیز بود و بیش از 30 سال را برای تحقیقات در عرصه تأمین و حمایت حقوق آزادی‌های انسان در تاجیکستان و آسیای مرکزی صرف کرده است. معطره حیدرova مؤلف بیش از 50 مقاله و اثر، پیرامون تاریخ حقوق مسلمانی، آزادی اعتقاد و آزادی گردهمایی می باشد.